قاعده شستم شارع اصلی را بشناسیم. یکی شارع هست، یکی مبلغ از این شریعت هست. شارع کسی که تعیین میکنه الله هست. الله بر پیغمبر میگه یا ایها النبی، ای پیغمبر، انا احللنا لك ازواجک، این همسران تو را ما بر تو حلال کردیم. پس وقتی که پیغمبر ازدواج میکنه یا ما تو ازدواج میکنیم، کی برای ما این تعیین کرده؟ الله تعیین کرده کی حلال است کی حرام است. وقتی که پیغمبر یک وقت میگه من عسل نمیخورم، مردم فکر میکنن که البته عسل یک چیز بد است. الله برش میگه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، تو چرا حرام میکنی چیزی را که الله برای تو چی کرده؟ حلال کرده. این حق نداری. پس پیغمبر مبلغ است. از این خاطر قرآن هم وحی است، احادیث پیغمبر هم چی هست؟ وحی است. او وحی جلی است قرآن، و احادیث که چی هستند؟ وحی خفی هست. پس پیغمبر الله میگه و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر از خواهشات نفسی خود گپ نمیزد. این هو الا وحی یوحی، وحی بود که بالایش میومد. و اگر کدام وقت پیغمبر مطابق مزاج خودم گپ میزد، الله برش تصحیح میکرد، برش میگه که اجتهاد درست نیست. لما تحرم ما احل الله لك لما اذنت لهم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. بر پیغمبر میگه چرا روی از او شخص نابینا برگشتندی؟ توی حق نداری. متوجه هستین؟ پس شارع اصلی کی هست؟ الله هست. پیغمبر چی وظیفه داره؟ وظیفه تبلیغ و رساندن دین داره. الله میگه شرع لکم من الدین ما وصا سکو، تشریع نمود، از دین قوانین بیان کرد، حلال حرام جایز ناجایز خوب خراب حق باطل کلش الله بیان کرد. ما وصا به نوحا، اونمو قسمه که توصیه کرده بود برای نوح علیه السلام، والذی اوحینا الیک، و آنچه را که پیغمبر ما برای تو وحی کردیم، و ما وصینا به، و این شریعت الله هست که او گفته شده بود برای کی؟ برای ابراهیم علیه السلام، ابراهیم و موسی و عیسی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. این شریعت الله بود که شما دین الله را تطبیق بکنین، شریعت الله را تطبیق بکنین، تفرقه نکنین. تفرقه از ایجاد میشه؟ از افکار و اندیشه های شخصی مردم. نظر من است، نظر از او است. الله میگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیاره. وقتی که الله و رسولش فیصله کرد، باز مسئله اختیار قطع میشه. باز تو حق نداری که سر گپ الله تو گپ بزنی. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، شما پیش از الله و رسول پیش دستی نکنید. وقتی که یک سوال از پیشتان میشه، باید به کتاب الله و سنت رسول الله چی کنین؟ صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنین. از این خاطر میگه مفتی گناهش بسیار خطرناک است. مفتی کسی که فتوا میده. چرا؟ به خاطر که مفتی به نیابت از الله گپ میزنه. این حلال است، این حرام است. مفتی باید از کتاب و سنت بگیره، بعد از او بگه برای مردم که صاحب این فتوا اینطور است. این حال مفتی هایی که از مطابق ذهن خود برای مردم فتوا میتن، یا بعضی کسای گپ میزنن میگی کارا نکنین، چرا حلال تو یک دفعه حرام بگویی؟ یک چیز را الله حلال کرده، تو علم نداری او را حرام میگی. یا یک چیز را الله حرام کرده، شما او را چی میگین؟ حلال میگین. اینجا سر الله تومت. قرآن میگه الله یفتیکم، کی فتوا میده؟ الله میده، احکام الله بیان میده.